ناظرینان محترم، یک چند روز دیگر برای عید قربان ماند و این روزهایی که تو روز قربانند بهترین روزها نزد الله متعال. در این روزها بسیارتر خدا به ذکر مشغول کنی. اگر قرآن خوانده نمیتونی، در کور زبانها با ذکر تر باشند و دعا کنید. انشاءالله تعالی در این روزها دعای ما الله تعالی قبول می شود. در حق یکدیگر دعا کنید برادر عزیز، در حق برادر خود دعا کن. وقتی که در حق برادر خود دعا میکنی، الله متعال همون دعا را به تو میگردونه. یعنی میگوی پروردگار و برادر من برار بته، الله متعال تو را برار میتیه، هم برادر تو برار میتیه، هم تو را برار میتیه. برای برادر عزیز در حق یکدیگر دعا کنید، ذکر کنید، قرآن بخونید. این تا روز عید قربان بهترین روزهای برادر عزیز. از وقت استفاده برین. حتی اگر در کار باشی برادر عزیز، زبان تا با ذکر ترک، استغفر الله بسیار بگو، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم بسیار بگو، استغفر الله بگو، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. خب استغفر الله من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیه و اتوب الیه. این دعا را بسیار بگین. بعد برادر عزیز وقتی که این حاجی باران زده است، باران زده است، انا همین وقت دستاتون هوچ کنین برادران. وقتی باران میزنه دست هوچ که بگو اللهم اغیثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. و دعا که در حق برادر دعا که، در حق پدر مادر دعا که، در حق دوست دعا که، در حق زن فرزند دعا که. برای همین دعا کنید. در این وقتی بارون دعا قبول میشه. وقتی بارون باری وقتی استجابت دعا. بارون این رحمت الله متعال. وقتی بارون میباره این رحمت الله متعال. برای همین دعا کنید در حق یکدیگر. دعا کنید برادران عزیز، دعا کنید در حق یکدیگر. بیا یک جای دعا میکنید ان شاء الله تعالی. کسانی که میشنوین آمین بگین، شاید الله متعال دعای ما را دست جمعی قبول کنه و این آفت و این بلاها را از ما، از وطن ما دور کنه ان شاء الله تعالی. الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب علم إلا نجحته ووفقته يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل قلوبنا بالماء البرد والثلج. اللهم اجمع المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. بارا إلها به این رحمتی که بر ما نازل کرده ای، به حرمت این رحمتی که به ما نازل کرده ای، کسانی که در غریبی هستند پروردگارا در کارهاشان برکت عطا کن. کسانی که بی زن هستند یا که بی شوهر هستند پروردگارا با آنها جفت مناسب نصیب کن. کسانی که فرزند ندارند بارا الها با آنها فرزند صالح و صالحه نصیب کن. کسانی که بیمارند بارا الها از خزینه غیبت با آنها شفای کامل و عاجل نصیب کن. بارا الها کسانی که بیکارند با آنها کارهای مناسب نصیب کن. و کسانی که بینمازند پروردگار آنها را نرم کن و آنها را به نماز مشرف کن. بارا الها کسانی که در این روزها با مشکلات گرفتار شدند پروردگارا آنها مشکلات آنها را رفع کن. پروردگارا کسانی که در مصیبت سخت گرفتار شدند پروردگارا این مصیبت از سر آنها دور کن و پروردگارا غم و دقت را از دلهای ما دور کن و خواندن قرآن را به ما نصیب کن و به حرمت این روزهای مبارک به حرمت این روزهای مبارک پروردگارا توفیق و بندگی را نصیب ما بگردان. و صلی اللهم تعالی على خیر خلقه محمد و على آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین.